در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. انسان از بدو خلقت خیش با تفکر همراه بوده است. این تفکر او را آهسته آهسته به سوی نظم عمومی می کشاند و این نظم طلبی وادارش می نماید تا حکومت درست کند. بعض از عزیزان سیستم فدرالی را به نام سیستم تجزیه میفهمند و این غلط است. کلمه فدرالی از فیودوس گرفته شده. این خودش یعنی اینمی ایالت ها با هم اتحاد میکنن، یک جا میشن، عاد زندگی است. اما در رابطه با فدرالی و افغانستان، نظام فدرالی یکی از واجباتش یک سیستم حقوقی مشخص و مکمل است که ما هنوز اون سیستم نداریم. یک رکن دومش تفاهم ملی است، نه تفاهم قومی. من بسیار خوشحال هستم و افتخار میکنم که در مجلس گرم شما، مجلس عالمانه حضور دارم. من فقط اجازه بتین همین ترین ما به یک جای برسه، یکم دیر شد نظر به اون زمانی که باید حاضر میشد. بعدا اصلا در تماس میشیم. من شنونده هستم که من به جای مناسب برسم. در امریکا بله دو سیستم قضایی است. ایالتایش مجزا است، مثلا قتل، سرقت، گپا در تگزاس، در کالیفرنیا، تا ایالت دیگه متفاوت است. ولی در بعض دیگه کشورها نیست. سیستم واحد ترتیب بشه. در کانادا، در هندوستان به نام ایندین پنل کود میگن شد. اونا به سیستم واحد است، ولی بعضی کشورها جدا هستند. مجزا برمیگرده به صلاحیت‌های هر، یعنی خود تنظیم صلاحیت‌ها برمیگرده. میتونه متفاوت هم باشه. خود آلمان سیستم فدرالیسم، سوئیس سیستم فدرالیسم، هلند سیستم فدرالیسم. عزیزای ما که در اینجا اشتراک کردن، مثلا در کانادا، در امریکا، در استرالیا، تمام از اینا در سیستم فدرالی هستن و واقعا فرض کنیم که حتما شما شنیدین بیان مرکزش منشن هست. اینا کوشش زیاد دارن که با دیگه ایالات آلمان اینا مسابقه داشته باشن. همونطور که مسابقه در فوتبال یاد دارن، در مسائل اقتصادی و اینا خیلی زیاد دارن. این قرآن ببینن که 23 سال آمد طریق زندگانی را برای بشر در زمان پیامبر ما به بهترین شکلش پیاده کردن. اما همیشه حاکما گرفتن فاصله، بخصوص از او آیات قرآن که راجع به ظلم و ستم است و طالبان ظلم و ستم میکنن. که رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. نام و یاد خدای علیم و حکیم. انسان از بدو خلقت خیش با تفکر همراه بوده است. این تفکر او را آهسته آهسته به سوی نظم عمومی می کشاند و این نظم طلبی وادارش می نماید تا حکومت درست کند. حکومت ها به اشکال مختلف منقسم می شود و هر کشور مطابق با نظر عقول متفکر جامعه خیش حکومت تشکیل می دهند. در افغانستان کنونی که سابقه درخشان تاریخی خراسان و آریانا را با خود دارد، ما حکومت مرکزی را تجربه نموده ایم. گاهی این حکومت ها موفق بوده و گاهی نیز دچار اختلال بوده. در زمانه فعلی که ما سردچار یک بحرانیم، تمامی وطنداران به زعم خیش و با در نظر داشت واقعیت‌های تلخ کنونی تلاش می‌کنند تا راه نجاتی برای افغانستان پیدا نمایند. یکی از این بزرگواران انجینیر صاحب عباس احمدی است. او که اول انجینیری برق را گرفته، سپس به خاطر عشق به افغانستان ماستری اقتصاد را خوانده تا یکی از ارکان اساسی بنیاد جامعه را ترمیم نماید و نیز ماستری در مورد حکومت فدرالی نوشت. امروز پای صحبت‌های انجینیر صاحب میشینیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به برداشت بنده قرآن عظیم الشان در تمام ابعاد زندگی بر بشر راه حل کامل داده. منتها قرآن عظیم الشان متاسفانه در بین مسلمان ها مورد استفاده آنچنان که قرار بگیره نمیگیره. از این سبب پیامبر گرامی اسلام میگه روز قیامت میگه که قرآن محجور، یعنی محجور شده، ترک شده. و بنده با بسیار علایق زیاد در بخشایی که مطالعه میکنم کوشش میکنم که با حد توانایی پایینی که خودم دارم از قرآن استفاده کنم. و یک فرمول بسیار عالی قرآن عظیمشان برای ما و شما میگه مسابقه در خیرات اساس پیشرفت در تمام ابعاد زندگی است، مخصوصا بود اقتصادی و سیاسی. من امروز یکی از آیات شریفه را که بسیار مختصر است خدمت عزیزان و شنوندگان قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. مؤمنان کسایی هستند، یکی ما مسلمان داریم، یکی مؤمن. کسی که یک چیزی را از قرآن از اسلام میفهمه و او را عمل میکنه اونا مؤمنان است. این از سوره مؤمنین آیه 61 است. ترجمه مکارم شیرازی: آری چنین کسانی هستند که در خیرات سرعت میکنند و از دیگران پیشی میگیرند. ترجمه استاد فولادبند: آنانند که در کارهای نیک شتاب می‌ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت می‌جویند. من بر از که یک کمک آیه متبرکه را واضح بسازم، ما شما مثلا در مکتب هستیم، امتحان ورزش میدیم، هر کس کوشش میکنه تمرین کنه در دوش که بسیار سریع بدوه. اما فرض کنیم که در بین 5 نفر که میدوند که اونا کوشش میکنن که به بسیار سرعت بدوند، کسی که اول میشه اونا سبقت میگیرن. در این آیه شریفم مؤمنان کسایی هستند اولایی که یسارعون فی الخیرات، در تمام کارهای خیر خود سریع کار انجام میتن. و اما برای که درجه ها معلوم شود و هم لها سابقون، در همونجا مثلا میخواین که از یکی دیگر سبقت بگیرن. در نتیجه وقتی که میخوان سبقت بگیرن اول شون، اما افراد بالا میره، افراد که بالا رفت جامعه بالا میره. و مثال های زیاد داره. امروز ما میایم راجع به مسئله فدرالیزم. فدرالیزم چی هست؟ یعنی به طور مثال میگم که ما و شما متخصصین افغانستان هستیم، مثلا میگم که تمام افغانستان به 10 تا ایالت تقسیم شود. این 10 تا ایالت بین هم مسابقه میکنن که کدام ایالت مثلا در بخش فرهنگی، در بخش اقتصادی همون قسمت ها را فوق العاده بالا میاره. مزار شریف با مشرق، مثلا هرات با قندهار، کابل با یک شهرهای دیگه مسابقه میکنن. اما وقتی که اینا مسابقه میکنن که از نگاه صنعتی فوق العاده بالا برن، از نگاه مثلا دانشگاه ها و مکتب های تکنیسیان هست، تکنیکی هستن، فوق العاده بالا برن، در نتیجه کل جامعه افغانستان بالا میره. ما 2 رقم سیستم داریم. یکی سیستم متمرکز. شما تمام سیستم های پادشاهی که در دنیا و مخصوصا در کشورهای اسلامی تا حال بوده، اینا سیستم های متمرکز بوده. یعنی یک پادشاه در همونجا حاکم بوده، در کابل حاکم بوده و مثلا در هرات هم والی نماینده پادشاه هست. اگر مثلا در جنوبی و مشرقی هم یک نفر هست، یک والی یا یک ولسوال، اینا اونجا نماینده خود همون پادشاه هست که تمام کارا را. اما بشر به بسیار مسائل آهسته آهسته میرسه. شما فکر کنین اگر به عوض یک والی مثلا در مشرقی یا
در مزار شریف اونجا یک نظم و یک پارلمان در خود بلخ باشه که تمام نماینده های همون خود بلخ و مزار شریف به اصطلاح همون منطقی خود فوق العاده آباد کنه. اونا سعی میکنن به هرات، به قندهار، به دیگه ایالت هایی که در افغانستان به نظام فدرالی مثلا تشکیل شود. طبیعی اینا که مسابقه میکنن، مثلا 10 سال بعد میبینی که جامعه افغانستان در کل خیلی خیلی بالا رفتن. بعض از عزیزا سیستم فدرالی را به نام سیستم تجزیه میفهمن و این غلط است. کلمه فدرالی از فیودوس گرفته شده. این خودش یعنی اینمی ایالت ها با هم اتحاد میکنن، یک جا میشن و بسیار فایده ها داره. اگر سیستم فدرالی باشه یعنی بر قسمت آباد کردن خودمو کشور مثل افغانستان وره. اگر در مناطق هزارجات خود ملت شریف هزاره مثلا بیایه همونجا را آباد کنه و اونا ببینن که فرض کنیم که در قندهار چقدر مردم بالا رفته، که اینا به اصطلاح به مساویه بالا ببره. در اگر ببینن که در دیگه هرات اینا چقدر پروفسور ما داریم، در اونجا ما رقم بالا ببره. اینی سیستم فدرالی میشه و این سیستم جدید هست. آنچه که من خواندم تقریبا 42% جهان در تحت پوشش سیستم فدرالیست. خود آلمان سیستم فدرالیست، سوئیس سیستم فدرالیست، هلند سیستم فدرالیست. عزیزای ما که در اینجا اشتراک کردن مثلا در کانادا، در امریکا، در استرالیا، تمام از اینا در سیستم فدرالی هستن و واقعا فرض کنیم که حتما شما شنیدین بیان مرکزش منشن هست. اینا کوشش زیاد دارن که با دیگه ایالات آلمان اینا مسابقه داشته باشن. همینطور که مسابقه در فوتبال یاد دارن، در مسائل اقتصادی و اینا خیلی زیاد دارن. به برداشت بنده یک راه حل منطقی علمی در بخش اقتصاد، سیاست، ورزش و سایر مسائل اجتماعی هست. من در اینجا مقدمه را ختم میکنم. دوستا و عزیزا در این قسمت نظرات خدا نبگوید. شما در صفحات صحبت ها رو دیده باشید، بسیار به شکل جنگ و دعوا و اینا. خود من روحیم بیزار است از این که مثلا با کس خدای نخواسته شکل جنگ و اینا رو داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر احمدی صاحب. شما خیلی تکیه کردین سر از که بین ایالت ها مثال دادین مزار شریف و مثلا جلال آباد رقابت ایجاد میشه. به نظر من کار افغانستان در یک جای دیگه میلنگه. من بر شما مثال عینی میتونم. هرات توسط اسماعیل خان خیلی آباد شد و همچنان مزار شریف توسط استاد عطا و جلال آباد توسط حاجی قدیر. به خاطر از اینکه اینا جزء چهره های جهادی بود خیلی کوبیده می شدن. در افغانستان مشکلی است که همین رقابت مثبت کس نمیپذیره. سلام خدمت شما بزرگوارای حاضر در برنامه، مخاطبای محترم رادیو کتاب، و یک تشکر جانانه از انجینر صاحب احمدی برای اینکه زحمت کشیده بودن، چیزهایی را تهیه کرده بودن و ما موضوع شنیدیم، یاد گرفتیم و آموختیم. ما بسیار ساده میخوایم میتر بگوییم که چون مقدماتش انجینر فرمودن، ما میخوایم بگوییم که حکومت فدرالی اولا یک ایده بسیار جدید نیست. یک ایده تاریخی است، یک ایده بسیار عمیق است، از گذشته های دور موجود بوده. نمونه هایش شما دارین در حکومت هایی که در دوران امپراتوری روم دارین، در امپراتوری فارس دارین، حتی در امپراتوری اسلامی دارین، ولی به یک شکل متفاوت ترش. ولی مخصوصا در امپراتوری روم و فارس گپا حکومت های بوده با عنوان حکومت های محلی. اونا تصرف شدن، بعدش یک حاکم داشتن و حاکم در امور داخلی خود مستقل بود و در امور بین‌المللی خود یا در امور جهانی خودش تابع حکومت مرکزی و مالیه بده و باج بده و گپا. ولی به عنوان یک
مفهوم مدرن بعد از انقلاب امریکا طرح میشه، ایجاد میشه به عنوان یک حکومت فدرالی و یک مفهوم مدرن. خب فرقش که شما گفتین، من کوتاه فرقش میگم، بعدش یک چیز دیگه رو میخوایم بگیم که مربوط به این میشه. حکومت متمرکز یک حکومت است که او مثلا تمام امو جغرافیا یا امو قلمرو که هست اونا زیر لوای یک حکومت، یک ارگان اجرایی است و در سیاست داخلی و خارجی و در تمام امور خود تابع امو حکومت مرکزی خود هستند یا تابع امو مرکزی که یقمار به دورش است میچرخه. ولی در حکومت فدرالی تفاوتش همی است که یکی از تفاوت‌های اساسیش همی است که یک حکومت مرکزی وجود داره و دیگه ایالت‌ها و قلمروهای جغرافیایی دیگه وجود داره. جغرافیای دیگه است که اونا در امور داخلی خودشان مستقل هستند، در سیاست داخلیشان مستقل هستند، در سیاست اقتصادیشان، در تمام امورشون. ولی در عرصه بین‌المللی بعدش برمیگردن با هم یک جا و متحدانه در زیر یک لوا خودشان نقش ایفا میکنن یا به عنوان یک شخصیت حقوقی در جامعه بین‌الملل خودشان را تبارز میتن، نه به طور جداگانه، به طور یک جای که همون مسئله سیاست خارجی. ولی ای که جناب انجینر صاحب چند چیز فرمودن، من میخوایم در رابطه کمی بسیار کوتاه صحبت بکنم. یکی که رقابت گفتن یا مسابقه را گفتن. مسابقه جزء فطرت انسان، نه تنها انسان، یک پدیده انسانی هم نیست، یک پدیده عمومی برای تمام زندگان است. این مسابقه در وجود تمام زندگان ها وجود داره. چی شما در حیوانات ببینین با شکل متفاوت تره، چی در انسان ها ببینین. ولی قرآن که چیز را آورده، منظور از قرآن یک حکم هم نیست، یک تجویز است. در قسمت میگه شما رقابت یا مسابقه در فطرت شما است، ولی این شما بهتر است که در اعمال خیر به کار بگیرید. اینجا یک تجویز است. مسئله اساسی دیگه که در رابطه با مفاهیم مدرن در جوامع اسلامی برمیگرده، بعد از قرن دوم اسلامی، بعد از قرن دوم هجری، با وجود آمدن چند دستگی در مسلمان ها و مخصوصا با وجود آمدن مذاهب، روایت های مختلف، تفاسیر مختلف، اینا باعث یک نوع زوال سیاسی در امپراتوری اسلامی میشه و این زوال به این سرعت نیست، ولی یک زمان طولانی طول میکشه و این آهسته آهسته همون شکوه و جلالی که اسلام داره، مسلمان ها دارن، سیستم حکومتی که دارن، این همش آهسته آهسته رو به زوال است تا آخرین میخ هم در جنگ اول جهانی بعد از سقوط امپراتوری عثمانی است. بعد از اینکه امپراتوری عثمانی سقوط میکنه دیگه ما میبینیم که بعد از اون مسلمان ها معمولا خار هستند، معمولا مشکلاتشون بسیار زیاد است. بنابراین مسلمان ها یک چیز در نظرشون میاد و اوی است که چون مفاهیم مدرن در جوامع غربی یا در جوامع پیشرفته میبینن، اینا فکر میکنن خب طبیعتا وقتی که شما میبینین که لیبرالیسم یا حکومت های فدرالی یا سیستم های جدید، بازار آزاد، گپا باعث ترقی و پیشرفت این مردم شده، شما مطمئنا فکر میکنین که بهترین. ولی وقتی که شما من بر از اینکه تطبیق بکنین در جوامع اسلامی با مشکلات برمیخورین. مشکلاتش از لحاظ خوانش‌های اسلامی است. وقتی که به این مشکلات شما برمیخورین، مسلمان‌ها کوشششانی است که امی مفاهیم مدرن با قرائت اسلامی بیان، یعنی به یک مفهوم دیگه ساده‌تر بگیم، ما مسلمان‌ها تلاشمون این است که تمام مفاهیم نه، وقتی ما از حقوق بشر گپ میزنیم فورا یک مسلمان میخیزه میگه که در اسلام ای به این شکل آمده. در مفهوم و این صحبت‌های مربوط انجینر صاحب نیست، ابداع کننده تفکر انجینر صاحب نیست، تفکر از جای دیگه سرچشمه داره و اینا معمولا این مفاهیم میخوان بازخوانی بکنن با قرائت اسلامی تا ای که مشکلات حل کنه. ولی یک مشکل ایجاد میکنه، اویی است که دو تا، یکی که طور وانه بود میشه که اینمی مفاهیم از قرآن گرفت. خب اگه از قرآن گرفته شده، ای غربی از قرآن گرفتن، پس ما بسیار بی‌کفایت مردم هستیم. به این معنا به این وانه بود میشه که مسلمان ها بسیار بی‌کفایت بودن در طول تاریخ، یه همه چیزها رو نفهمیدن، ولی غربی ها فورا نفهمیدن گرفتن، بنابراین اینا با کفایت تر از ما هستن. یک مشکل ایجاد میکنه که بسیار درست نیست. یک نوع تخریب است در رابطه با مسائل اسلامی، تو یک چیز نیست. مسئله دومی است که وقتی که شما مفاهیم مدرن نمیخواین در جوامع اسلامی تطبیق بکنین، بعضی مفاهیمش نه تنها با فرهنگ و کلتور و کلچر مروج و جامعه، بلکه با قرائت های اسلامی در تضاد واقع شده، در تضاد است. مثلا شما وقتی که میخواین خود فدرالیسم تطبیق بکنین یا مثلا لیبرالیسم
اینجا یک آزادی است که در اسلام یک همچون آزادی وجود نداره. مثلا همجنسگرایی در کشورهای غربی و یک چیز مروج است و یک چیز قانونی است، ولی این شما نمیتونید در کشورهای اسلامی اعمال بکنید. این قاعده را این مشکلات ایجاد میکنه. مثلا در این قسمت بود، ما زیاد پیش نمیریم، بود حتما یک برنامه دیگه هم مطمئن از محسن صاحب میگیره بود این رابطه بیشتر صحبت کنیم. اما در رابطه با فدرالی و افغانستان، نظام فدرالی یکی از واجباتش یک سیستم حقوقی مشخص و مکمله که ما هنوز اون سیستم نداریم. یک رکن دومش تفاهم ملی است، نه تفاهم قومی. شما وقتی میتونید به عنوان یک حکومت فدرالی یا به عنوان یک کشور که نظام فدرالی رو او میخواین تطبیق بکنین، با هم دیگه تون مسالمت آمیز زندگی بکنین، که تفاهم ملی تو کهتری و مهتری دیگه وجود نداشته باشه. همین بحث کهتری و مهتری وقتی که از بین بره، ولی ای که ما رقابت در بین استان‌ها و گپا خود ایتون وانبود نشه که خود نظام فدرالی واقعا یک نظام کامل است و هیچ مشکل وجود نداره. نه خیر، تو نیست. خیلی مشکلات داره. مثلا من مشکلات چه بر شما میگم، یکی از مشکلات چی است؟ سهمیه که ایالت‌ها یا مو استانا یا برای دولت مرکزی پرداخت میکنن متفاوت. ریسورسی که دارن، منابعی که دارن متفاوت است. عاید سرانه‌ای که داره متفاوت است. بنابراین مثلا من یک مثال میتونم، در کانادا امروز که آلبرتا از بودن با کانادا خوشحال نیست، به خاطر از اینکه او میگه ما در مقابل هر دلاری که به حکومت فدرال پرداخت میکنیم حداقل $0.5 هم خدمات به دست نمیاریم. این در کشور پیشرفته دنیاست. مثلا امریکا رو شما ببینید، مثلا کالیفرنیا، مثلا سهمیه بندی که برای کالیفرنیا است بر حکومت فدرال، تا مثلا یک ایالت دیگه که دور افتاده تر است یا قادر به این منابع بیشتر نداره متفاوت است و این خودش یک نوع اختلاف نظر بین ایالت‌ها به وجود میاره. بنابراین برای از این مسئله ما نظام حقوقی نیاز داریم که این نظام حقوقی در این کشورها تا بسیار حد زیاده مثلش کار شده و یک روزه و یک شب هم نبوده. در افغانستان یک مشکل اساسی دیگه همی است که ما هنوز به تفاهم ملی نرسیدیم. ما هنوز قوم و قبیله است. وقتی که شما قوم و قبیله باشین، شما به هیچ عنوان نمیتونید ما دیدیم بعد از اینکه حکومت دکتر نجیب سقوط کرد، بعد از آمدن مجاهدین در سال 71 دیدیم که چطور افغانستان یک باره به قوم و قبیله تبدیل شد. هر منطقه به اساس زبان تقسیم شد، به اساس ملیت و این مشکل اگر ما بخوایم بازم ایجاد. اما ولی چیز مهم و اساسیشی از آگاهی سیاسی است. ما باید آگاهی کامل در رابطه با حکومت فدرالی داشته باشیم. یعنی سطح آگاهی سیاسی ما در حد باشه که ما بتونیم این تطبیق. اما این اگر ما فکر کنیم که در افغانستان قابل تطبیق نیست، یمن اوترام نیست، قابل تطبیق است اما با تفاوت‌های زیاد. شما نمیتونین که حکومت را که فدرالی را که مثلا حتی این فدرالیایی که در جهان است، مثال سادهش میست، فدرالی که در امریکا است تا فدرالی که در کانادا است متفاوت است. فدرالی که در جرمنی است تا فدرالی که شما در کانتونای سوئیس میبینین متفاوت. فدرالی که در پاکستان است تا فدرالی که در هندوستان است. حکومت فدرالی هر کدام از اینا شکل و اشکال مختلف خودشان دارند. بنابراین در افغانستان اگر شما بخواید فدرالی داشته باشین، اگر بخواید مثلا بعد از اینکه یک تفاهم ملی صورت بگیره، مردمای ملت افغانستان، اگر ما ملت واحد شویم و در این رابطه تصمیم بگیریم، فدرالی که ما تشکیل میدیم فدرالی نمیتونه مثل جرمنی باشه یا مثل امریکا باشه یا مثل کانادا باشه. باید یک نوعی که با اساس مقتضیات زمان و مکان افغانستان برابر باشه. ما یک همچین چیزی در رابطه با او باید فکر بکنیم. ما مطمئن هستم دیگه سایران صحبت میگه. اگر محسنی صاحب مطمئن هستم سوال داشته باشن، ما در خدمت. در غیر از اون ما که میسپاریم برای بزرگوارای دیگه. فرمودین که از نظر حقوقی و قانونی افغانستان در حد قوانین مستحکم و حقوق پذیرفته شده و مستحکم نداره که بتانیم حکومت فدرالی داشته باشیم. یک مثالی در این مورد تفاوت بین یک کشور پیشرفته و افغانستان اگه بتون که موضوع برای بیننده ها مشخص تر شود. اگر یک همچین چیزی گفتیم میخوایم گفته خود تصحیح بکنم. ما گفتم که برای سیستم فدرالی ما یک نظام حقوقی خاص کار داریم که اون نظام در افغانستان موجود نیست. چرا افغانستان هیچ وقت فدرالی نبوده، نظام‌های مرکزی داشته. در جهان کسایی که رشتهشان حقوق میفهمن چند سیستم حقوقی است. یکی سیستم حقوقی رومن ژرمنیک است، کامن لا است، اسلام است و سیستم کمونیستی است که سوسیالیستی که تقریبا منتشر و یکی هم سیستم هندویسم است. این 5 سیستم زنده حقوقی دنیا است.
معمولا کشورها از این 5 سیستم استفاده میکنن، ولی اکثرا کشورهای اسلامی هم یا معمولا تابع یا پیرو حقوق رومن ژرمنیک هستند. ولی وقتی که شما میخواین برای از که سیستم فدرالی داشته باشین، اولا یک قانون اساسی که بر مبنای فدرالیسم باشه نیاز دارین. سر از کار باید صورت بگیره تا ای که ببینید در سیستم فدرالی چیز بسیار اساسی و مهم تقسیم منابع است. این تقسیم منابع اگر به اساس عدالت و انصاف صورت نگیره، بنان سیستم فورا از هم میپاشه. بسیار جزء اساسیش است. بنان کار باید سر از این صورت بگیره و باقی مانده میمونه، چون یک تعداد از مردم در یک جغرافیای کلان ولی در تحت شرایط و قوانین مختلف زندگی میکنن. باید این قوانین با هم همخوانی داشته باشه. مثلا شما در کانادا هستین، قواعد ترافیک مثلا ما میگیم سر قانون ترافیک در بریتیش کلمبیا یا ونکوور که اصلا نامش بریتیش کلمبیا است کلانش، و در بزرگشهر تورنتو متفاوت است. چطور اینمی سیستما را با هم دیگه طور عیار بکنین که در تضاد با یکی دیگه واقع نشن؟ این خودش یک کار کلان کار داره. در سیستم‌های مرکزی یک همچون مشکلات وجود نداره. وقتی که شما یک قانون تعبیه میکنین، یک قانون تصویب میکنین، در تمام کشور مریول اجرا قرار میگیره برای با شکل مجرد و عمومیش به تمام مردم یکسان تطبیق. ولی در کشورهای در حکومت‌های فدرالی یک همچون چیز ممکن نیست. شما قواعد مختلف دارین. مثلا کسایی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن، کشورهای فدرالی در کانادا، قواعد و مقرراتی که برای کمک برای کسایی که زیر خط فقر هستن از یک ایالت تا دیگه ایالت متفاوت است. ببینین و مثل از این دیگه حتی بعض قوانین جناییشان متفاوت است، قوانین اقتصادیشان متفاوت است. بنابراین برای از این کار ما یک سیستم منظم دیگه حقوقی کار داریم، نه سیستم متمرکز، بغیر از سیستم متمرکز که بتونیم همه قوانین زیر یک چتر بریم. یک همچون چیز نیازمند حکومت فدرالی. تشکر صاحب، خیلی واضح شد. در مورد قوانین جزا و اینام همچین چیزی وجود داره؟ ایالات مختلف از قوانینش اطلاع داره؟ در رابطه با سیستم‌های قوانین جزایی برمیگرده و بستگی داره به نوعیت حکومت‌های فدرالیسم. مثلا در امریکا بله دو نوع دو سیستم قضایی است. ایالت‌هایش مجزا است، مثلا قتل، سرقت، گپا در تگزاس، در کالیفرنیا، تا یک ایالت دیگه متفاوت است. ولی در بعض دیگه کشورها نیست، با سیستم واحد ترتیب میشه. مثلا در کانادا، مثلا در هندوستان به نام ایندین پنل کود میگن، اونا با سیستم واحد است. ولی بعضی کشورها جدا هستن، مجزا برمیگرده به صلاحیت‌های یعنی خود تنظیم صلاحیت‌ها برمیگرده، میتونه متفاوت هم باشه. بسیار تشکر صاحب. معارج صاحب، میخوایم یک دفعه صدای شیرین شما رو بشنویم. جناب محسنی صاحب گرامی، احترام به شما و تمام اعضای حاضر در مجلس. من بسیار خوشحال هستم، افتخار میکنم که در مجلس گرم شما، مجلس عالمانه حضور دارم. من فقط اجازه بدین امی ترین ما به یک جای برسه، یکم دیر شد نظر به اون زمانی که باید حاضر میشد. بعدا اصلا در تماس میشیم. من شنونده هستم. احمدی صاحب، شما وقتی تشریح میکردین آیات متبارک قرآن شریف هم، قل هو الله احد یا قل اعوذ برب الفلق، بله، اینا خب یک چی را میرسونه که گویا وقتی ما بخوایم قوانین قرآنی را عمل کنیم، در اون صورت حکومت متمرکز بهتر است. دلیلش هم که حکومت متمرکز تکیهش به قرآن میشه. مثال دادن که ساکت ما اگر نفهمیم اونجا دست خود بندازیم هلاک میشیم، اما اگر بخوایم یک دو شاخه بندازیم و بعد از برق از او استفاده کنیم، از انرژیش هم خانه ما روشن میشه، هم گرم میشه، هم سرد میشه، مطابق میل ما میچرخه. در این مورد من مذاقگونه میپرسم با کمال احترام به امارت طالبان و سیستم فعلیشان که خواهی نخواهی باز امتیازهای خود قطعا داره، آیا شما تصور میکنین احمدی صاحب که یا همو فیوز برق گم کردن دست خود سرچپه انداختن که اینطور ترور میکنه و به جای رحمت دچار نقمت میشیم؟ احمدی صاحب، من در رابطه با طالبا امینا که اونقدر تصور ندارن، 50% جامعه را حقشون را سلب کردن. کسایی که مثلا یک مابد دکتر میشد یا حقوقدان میشد، اینو معلوم است که از قرآن و از اسلام هیچ چیزی را نمیفهمن، باز نکردن. هم تو بسیار قرآن دوست دارن
همطور قرآن بی‌معنا میخوانن استفاده نمیکنن. مثل که بسیار از عزیزای ما شبانه روزی قرآن گوش میکنن اما استفاده نمیکنن و از این سبب این قرآن ببینن که 23 سال آمد طریق زندگانی را برای بشر در زمان پیامبر ما به بهترین شکلش پیاده کردن، اما همیشه حاکما گرفتن فاصله بخصوص از او آیات قرآن که راجع به ظلم و ستم است و طالبان ظلم و ستم میکنن که متاسفانه که از رسانه ها، ابر رسانه ها و رسانه های اجتماعی جامعه ما گوی استعدادی سوی استفاده کردن بیشتر بلد است. که خب احمدی صاحب بزرگوار بسیار تشکر، زحمت کشیده بودین. بیننده های گرامی سپاسگزاریم از شما که با ما بودین. رادیو کتاب متعلق به تفکرات مختلف انسانهای مختلف از جوامع گوناگون است، اما تمرکز ما بر افغانستان است و دو دلیل: یکی که وطن آبایی ماست و دومی که فاجعه دیده است و مردم این وطن هر دوتایش خیلی مزید. شمایی که علاقه به مباحث آزاد علمی، سیاسی و ادبی داشته باشین، ما مقدم شما را گلباران میکنیم دارای هر تفکری که باشه. قرارن خدمت بیننده های گرامی عرض میکنم که اگر برنامه های ما را لایق پیام، پیشنهاد و انتقاد دیدین، لطفاً به کانال یوتیوب بنویسین. اگر در واتساپ بنویسین شما به جواب میماند، چون من نمیرسم. من یک برنامه را که وقتی او در مرحله نهایی میرسه و پخته میشه آماده نشر، او را در تمام گروپ هایی که مرا عضو ساختن وطندارا خارج وطندارا میفرستم و طبعا در او قدر گروپ من نمیرسم که جواب یکی یکی نوشته کنم. عرض من است که رادیو کتاب از شما و متعلق به شماست. ما دارای تفکر انسانی هستیم و همه ادیان به این دلیل احترام میگذاریم که ادیان به خاطر نجات بشریت آمده. نظرات همه شما را میشنویم و گفته ها و کرده های ما مبتنی به مو شعر حضرت حافظ است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شاد و سبز باشید. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.